مقامات محلی در ولایت تخار گفتند که القناق یکی از منطقه‌های استراتژیکی ولسوالی درقد شب گذشته به دست طالبان افتاده است. این منطقه میان درقد و ولسوالی خواجه بهاءالدین در نزدیکی مرز با تاجیکستان جایگیر است. سخنگوی والی تخار روز 25 اپریل بر رادیو آزادی گفت عملیات نیروهای دولتی برای عقب راندن گروه طالبان از این جزیره استراتژیک در دریای آمو آغاز شده است. سنت الله تیمور گفت طالبان در مسیر ولسوالی خواجه بهاءالدین درقد در منطقه چرسی ها به یک پاسگاه نیروهای دولتی حمله کردند و در نتیجه راهی رفت آمد به درقد قطع شده است. با گفته او در نتیجه طالبان دو پاسگاه نیروهای دولتی را در منطقه چرسی های خواجه بهاءالدین و سه پاسگاه دیگر در منطقه القناق ولسوالی درقد را تصرف نمودند. سخنگوی والی تخار در مورد تلفات این درگیری ها گفت از نیروهای امنیتی 3 کشته و 4 زخمی داریم و 4 نفر دیگر به نام و نشان هستند و درباره آنها هیچ خبری نیست. از دشمن به گفته او 5 جسد در منطقه باقی مانده است و طبق خبرهای آنها 11 تن دیگر کشته شده است. سخنگوی رئیس ولایت تخار گفت برای باز شدن مسیر درقد عملیات نظامی از چند طرف آغاز شده است. القناق از منطقه‌های استراتژیکی و مهم میباشد و در بین دو ولسوالی قرار دارد و حالا درگیری در منطقه‌های چرسی های ولسوالی خواجه بهاءالدین آغاز شده و جنگ جریان دارد. مرکز ولسوالی درقد در مرز ناحیه فرخار تاجیکستان از اواخر ماه اکتبر 2015 تحت نظارت طالبان قرار داشت و حکومت بعد از چند ماه آن را تصرف کرد. طالبان درقد و خواجه غار را 28 اکتبر همان سال زمان زیر تصرف خود درآوردند که در پی فشارهای نیروهای دولتی مجبور شده بودند منطقه دشت ارچی در ولایت همسایه قندوز را ترک کنند.